در یک هفته که 10 کیلو وزن کم نکنی یک صدمی کل جای تیت میکنم. در کاسه شوربا یا برنج پیدا شد روز روشنت سرت سیاه میکنه. آوردم برای شما. حالا شرط حرام است. دامو قدر شما حرام خورار. جد میرفتی بدوا میکردی لالا که خداوند میزدشان. در مسجدم رفتم. برا موبایل. حالا که دوست در ما کل لباس فروشی های برند بنامشان میکنیم بفرمایید. بیادر جان ما رئیس هستم. رئیس تو دوزی میکنی؟ تو داری چاقو من رفتم چاقو تیوتی مرک 2000 برادر قن وظیفه شما چی است؟ دروغ میگم. لاو ده خسام سی بگو یک تا نو بیعقل خیمر 1000 بده 2000 بده من رفتم یگان کراچیوانی میکنم. خوب هستی بخیر استاد؟ خوب هستی قراری صحتمند بخیر هستی؟ استاد می کدام طریقه داری که در یک هفته 10 کیلو را کم میکنه؟ همیشه کم آب کنم. ما بسیار یک طریقه بالا داریم. تو یک عکس بدون کالا برای من اون کالا مالا در جانت نباشه. این استاد ما عکس خیبر روان میکنم. در یک هفته که 10 کیلو وزن کم نکنی یک صدمی کل جای تیت میکنم. اینی خوشم آمد. دم قرنگای میرنگ خوش کردی. به 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 انتخابت خطرناک از گربه صاحب مگم. ما خطرناک است. والا واقعا اینی خوب موبایل مگم تو خبر داری در پلو یک تا موبایل تو از ما یک موبایل بخری یک موبایل دیگه از طرف ما مفت. این هم بگی اون بگی اونو چی بیرون کشر نیست مامی. تو چی که خوب بچه هستی والا. یک دفعه کوچی بیا من خوب بچه هستم. بیادر جان چند شد؟ حسابک شما شد صدقه که چم 1,50,000 افغانی. نگرش. خصای که ما بر تو یک تخفیف خیلی کلان دارم. اینی کارت که تو بگی اگه نقد تو مرا پیسه بده از تو میگیرم 50,000 افغانی. اگه از کارت استفاده کنیم از تو میگیرم 1.5 لک. خب چی که بسیار خوب پیب داری. الله خب دوست دارم به خاطر. این تخفیف تا چی وقت است؟ این تخفیف تا وقت که رئیس ما بیایه. بیادر جان ما رئیس هستم. رئیس تو دوزی میکنی؟ بابا رس خبر جن تلفنت دوست داده. بچهش تو بکی از خانه برآمدم موبایلم دزد. خب میرفتی دوزه شکایت میکردی. رفتم دوزه در آمدم شکایت کنم بیرو برآمدم بایسکلم زده بود. خب گم که بلا در پسشان برو در مسجد میرفتی بدوا میکردی لالا که خداوند میزدشان. در مسجدم رفتم بدوا کردم بیرو برآمدم چپلاقای میزده بود. چی بود لالک درم خیرات بده. اوه چی بلتی بوده رسای که آدم های پیسه دار رو معلوم میشه از من 20 روپا میخوایی؟ خیمر 1,000 بده 2,000 بده برو بگی برو. خالش ای ما زردش بتم آبیش بتم گلابیش بتم کدام رنگش بتم امین نقرابیش بده چند از قیمتش؟ نقرابیش میگیری این نقرابیش این خالش ای ما قیمت نقرابیش 180 180 روپا کی توفه میدین امروز؟ دیام توفه این خاله جان من پایین شدم توفه میدم استاد باشم بگه. خاله جان تو به خاطر که از پی مقدان تای نقرابی گرفتی این لباس پر مرغ که مکمل پردار این از طرف ما بر تو کتزی توفه کتی یک دونه از تاج یک دونه از لباسک خاله شای ما صدقه چه تنها یک نمونه بود اینه دیگهش این از طرف ما بر تو به خاطر یک تاج از پیش ما خریدین اینی هم بر تو توفه. چی خاله جان دیدو تو قناعت نکردی ما در خدمت فقط یک دقیقه گم صبر کن بیا این طرف بیا. خالش ای ما نو تو دادن گرم اومدیم سه که نه کالای تاج داره اینو سه کتیش تاج بسیار تایت میزیبه یا هم از طرف ما. خب ما گرم اومدیم تو دقیقه صبر کن بیا که بریم به طرف. دوست عزیز به خاطر که خالش ای ما از پیش میدان تاج خرید و از ما تحفه خواست ما 3 دانه لباس برشون تحفه دادیم ولی بازم دو قناعت نکردن پس به این خاطر ما کل لباس فروشی های برند بنامشان میکنیم بفرمایید. ما گفته نه شاگرد بیجا یک تا شاگرد به خاطر کاروبار سقوط نت تقدیمشان میکنیم. من رفتم یگان کراچیوانی میکنم. اوه بچهش اینترنتم خلاص شد یک وای فای خوبه یک هاتسپات داره دارم اینترنت کم بگه بابا یک هاتسپات روشن کردم بگینه چالان کردم برات کودش بابا کود میخواد کودش 123 خب 456 خب 789 لاو ده خسام سی بگو یک تا نو بیعقل
بگی بخو بگی تو زیاد کنجوس آدم هستی این چیزا از کجا شد فهمیده کرکت شرط زده بودم شرط بردم اینو آوردم برای شما حالا شرط خو حرام است با مو قدر شما آرام خورار ای کنه دوستای عزیز چی خوب رفیق هستن ششتن درس میخوانن کاش که ما هم یک رفیق میداشتم از من کلش ددایی است اما در واقعیت پاپرک خوردی یک تا همچوره خوردی یک دانه چورق ما بر خیدم برو خلاص 40 پیاکی برات دادیم 20 روپیه دیگه دادیم هردا قابل اعتبار نیستن تمام عمر در وصف زلفت شعر میگن اما امو زلفت اگه در کاسه شوربا یا برنج پیدا شد روز روشنت سرت سیاه میکنه خلیف یک پینجای خلوبیا بته خب در پروژه کار ما این است که حالا خودت آمدی ما 50,000 میتیم باز یک ماه بعد 1 لک افغانی خیلی بیادر ببخشی ما یک مبات مهم حالا چی کنم این برادر شما روز چند عاید دارین روز 5,000 افغانی خی شما در ماه چند عاید دارین مای 20 لک خی شما در سال چند عاید دارین سال 10,000 لک برادر قن وظیفه شما چی است دروغ میگم بابا سمیر والا او روز موتر در صورت 180 گیر هوایی زدم فهمیدی پرواز کرد جانم هستی او بچه سمیر گپ از خیش خندام نداشت چرا خنده کردی بابا نیم تانکی تیل انداخته برام اوه والا بهترین کار کردی اوه چقدر پرواز دادی خدا گاو پرید بابا چی گاو کجا میبره خر پرید شو نخوره شو نخوره شکا برو موبایل برو موبایل حالا که دوست حالا چرا باز کجا بابا نظر تر کدوم دو بول بتر این باران است که ما طرف تاوان کردیم فهمید از یک ساعت بابا وارث معرفه اکثری بده سمیر جان این گوشم نمیشنوه بیا دیگه گوشم بگو بابا وارث غزوری خوبته تو کوشش کن که 5 دقیقه گوشم بگی بیا ما همین صدی تو بگی برو دیگه میراد رد ما ریلو کن بیجا چرا تو بدماشا رو میره بیتر برو که تو قفاق تیمت که جاتان کنی ورد سیدی لالا چاقو داری چاقو چاقو من چاقو تیفتی مرک 2000 روپه تیز کو کنه وقت میشه تیز کو حالا بخ ورس که جنگ کردی بخ دی جنگ من کدی مرنا کنم برو بیا بریم باز برات سامبوسا میخرم برو مرا شاد خور نیستم برو سامبوسا میخرم برات یک دونه کوزای گرفتیم بریم کوزای شاگردهای ای زمانه برگر میخوایم ببینیم بابا تا چی قال مقال است بخزه کدامت لو دستی بچم تو چرا استاد شدی لو دستی تو نه استاد به هیچ بچه ها نخیست من گفتم استاد تنها نمونی والا بابا مرا مای $600 میته در خانه هیچ بسم نمیکنه والا خوب است مرا ما یک 400 میته دیگه تو هم بس نمیکنه نه والا تو را خیلی چند میته مرا کدامی خانه میمونه خیلی گپ است مریضی بدی لطفا
جگرخونی نکو. تو آمدی پیش روانشناست، تو خوب میشی، به زودترین فرصت خوب میشی. دکتر شد نکن گیریان من جور میشم دکتر پیشیده اینو ببره دکتر شد نکن گیریان من جور میشم ولی پس کو بخبره بخیر خیلی نمیستادیم نه ناقرشی برود کشیدیم حالا کس دهید ایدیوم مرا نمیتن صبر ایام شریف تحت عبادت روزه و نماز قبول بخورم یک مش پیدا شده. حالا هیچ مشکل نیست یک طلاق من میگیری نداریم طلاق نداریم. حالا ما بر طلاق میریم تو پنیر بگی سرش بون پنیر نداریم پنیر. حالا هیچ مشکل نیست یک تو دلون خوش که بگی نمی اصل بزن نداریم اصل نداریم اصل که یک تو دلون خوش خود دیدی نداریم نان خوش نداریم. خیوموش چی میکنه در خانه شما چی میکنه موش نگیری اون موشه موشی نگیری که میمره عبدالرحمن اون لیاقت تو رو نداره نکو خجیگر خونی بیدو یک فریبکار آدم بود خیلاکت پیشش نکرد دیگه خیره اینو برای شماره چه بده مکتش گپ میزنم نمیکنه قبول نه مکتش گپ میزنم خیره نمیکنه قبول برو طرف مکتش گپ میزنم تو شماره چه بده دیگه من شماره شما بله خوبش کردی کلاش کردی بسیار یک لوده آدم است او بسیار یک آدم فریبکار است صوبکی که از خانم برای پاییز است با چشم برای